صحبت این آدمان متخصصان از جماعت دهات، نمایندگان خوجگی‌های دهقانی، متخصصان ریاست کشاورزی ناحیه اطراف رعایت قاعده‌های درست کشت کارتوشکا و دریافت راه‌های بلند برداشتن حاصلناکی آن میباشد. در دهات به نام عبدی عوض فی ناحیه ایوسه همین طور خوجگیداران امسال مساحت کشت زمین‌های کارتوشکا را زیاد کردند. طبق تحلیل‌های متخصصان تخمی خوش‌صفت، تامین سریع زمین با نیروهای مینرالی و ترتیب معین شناسیدن تخمی عامل‌های مهم رسیدن به هدف بوده. متخصصان توصیه دادند که کشاورزان باید آن را حتما رعایت نمایند. محمد علی شراف با همین اصول سال‌های گذشته در زمین‌های خوجگیش کشت کارتوشکا را به راه مانده است. اساس زندگی این مردم دهات که حساب همه کشاورزی است البته عوض دارد. میپرسن که کدوم وقت چی زمین نزد زمین‌های نزدیکی هم بسیار با یک چیزی بلند با یک ذوق بلند کار کرده هستند. در دههای ما 12 گکتار پیاز تیرمایی کاریده شده حاضر، 6 گکتار سبزی کاریدیم، 9 گکتار کارتوشکا، چه حسابی خوجگی‌های دهقانی چه حسابی نزدی حولگی 9 گکتار کارتوشکا تازه کاریدیم. در خوجگی دهقانی به نام دبور که هم پهلوی زمین‌های خوجگی دهقانی محمد علی میباشند، امسال اعضایان این خوجگی در این زمین کارتوشکا کش نمودند. مساحت زمین کارتوشکا آنقدر کلان نباشد هم رهبر خوجگی رستم سلیمов امیدوار است که از این زمین حاصلی بلند میگیرد. امی 10 سوتیخ تو 3 تونه و 100 کیلو 2 تونه و 800 کیلو هم خیلی حاصل میگیریم هر سال. نه چندین سالایی که میکنیم ای 10,050 کردیستیم. امسال چی نیت خطی کردین؟ امسال این نصیب باشه 12 سوتیخ کارتوشکا این زمین تیار کردگیم. این دیدستین این بچو کرکیستان میشنونیم 12 سوتیخ تخمی ای رایون جرگاتول آوردگیم نصیب باشه اینا میکوریم. دل نداریم که حاصل دل خوب بگیریم. خیلی پرو داریم اونا پرو د ماشین پرو آوردگیم. در دهات به نام عبدی عوض همراه با این زمین در حدود دهات امسال خوجگیداران در مساحت 80 گکتار زمین باید کشتی کارتوشکا گذرانند. رهبریت جماعت دهات اطلاع دادند که برای تامین دورنما همه امکانات‌ها موجود میباشد. در خوجگی دهقانی به نام دبور غیر از کشتی کارتوشکا برای فراوانی بازاری استعمالی استفاده گرمخانه را هم به راه ماندند. خوجگیداران مقصد دارند که امسال میدان گرمخانه را وسیع نموده کشتی کارتوشکای بروقتی را به راه مانند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.